با تغییرات شیفت جامعه رو آلوده میکنه، یعنی نوع ویروس تغییر پیدا کرده، احتمال مقاومتش به آمانتادین بیشتره. و تو اینجور موارد ما بیشتر دوست داریم از تامیفلو یا رلنزا برای درمان استفاده بکنیم. این درمان خیلی سیفن و بیمار رو دچار عارضه نمی‌کنن. اگر که بیمار با درمان آنتی وایرال بهبودی پیدا کرد که خب هیچ، یه دوره 5 روزه درمان براش در نظر میگیریم، فردی تامیفلو 75 میلی گرم هر 12 ساعت تا 5 روز و بعد درمان قطع میشه و بیمار هم بهبودی داره. اگر در جریان درمان، یعنی که بیماری درمان نشده و دچار عوارض شده، خب اگر هنوز علائم آنفولانزا رو داره، آنفولانزا رو درمان میکنیم، اون عوارض رو هم به صورت اختصاصی درمان میکنیم. مثلا فرض بگیرید که ما بیمار آنفولانزایی رو داریم که دچار سرفه و خلط بسیار شدیدیه. خب این بیمار احتمال خیلی زیاد دچار نمونیا شده. یه چست ایکس رای میگیریم، اگر اینفیلتریشن دیدیم تشخیص تاییده، یا یه سی بی سی لوکوسیتوز شیفته به چپ با یه سار بالا تقریبا میشه گفت نمونیا است. خب اینجا دیگه درمان آنتیبیوتیکی الزامیه که معمولا تو این فاز بیمار بستری میشه. درمان آنتی وایرال رو شروع میکنیم، درمان آنتیبیوتیک رو هم شروع میکنیم، به اضافه یه سری درمان ساپورتیو برای بهبودی حال بیمار. عمده علائمی که در آنفولانزا ایجاد میشن و عوارضی که ایجاد میشن برای ما قابل درمانند. خدا رو شکر. به جز عوارض ناشی از سیستم ایمیون مدییتد مثل همون ترانسورس میلایتیس که اون هم تا حد زیادی قابل درمانه، ولی من گذشته زمان مشکل رو حل میکنه. تا 2 یا 3 ماه ممکنه بیمار درگیر باشه. اگر در طول 5 روزی که شما فرمودین به حال دارو گرفتیم و مداخلات دارویی شروع شد و به درمان پرداختیم، دچار عوارض نمیشیم یا ممکنه تو اون 5 روز هم عوارضی رو تجربه بکنیم؟ ببینید، اگر ویروس آنفولانزا که ما داریم درمان میکنیم از نوعی باشه که به آمانتادین مقاوم باشه و شما از این دارو برای درمان استفاده بکنید، شکست میخورید. اینجا نمیتونید بیماری رو درمان کنید مگر اینکه از اول برید سراغ اوسلتامیویر. ولی اگر از اول اوسلتامیویر شروع کنید، چون ما هنوز ویروس مقاوم با این دارو رو نداریم، میتونیم امیدوار باشیم که بیمار ما ظرف 3 تا 4 روز از شروع علائم بهبودی کامل پیدا خواهد کرد. بله، بسیار عالی.